حدس میزنم که نگرانی ها و دغدغه های اساسی داشته باشی. احتمالاً مسئله مالی داشته باشی، چون خب به هر حال ایرانه. خیلی بعید نیست. شاید تو روابطت به مشکل خورده باشی، با همسرت، زنت، شوهرت به یه بنبستی رسیده باشی، ندونی چیکار باید بکنی. شاید نگران آینده بچه هات باشی، شاید نگران پدر و مادرت باشی و زبون املال خدایی نکرده شاید مسئله سلامتی داشته باشی. وقتایی که ما با جون و دل، با تمام توانمون داریم برای زندگی می جنگیم، داریم سعی میکنیم مشکلاتمون رو حل و فصل کنیم، ممکنه سرمون رو بیاریم بالا، یه نگاهی به اطراف بندازیم و ببینیم که آدم‌های اطرافمون شاید اونقدر مسائل اساسی نداشته باشن. شاید دغدغه‌هاشون اونقدر مهم نباشه، اونقدر جدی نباشه. مسخره باشه، بچگانه باشه. و خیلی جالبه، صرفاً به خاطر همین مسئله که بخش زیادیش اصلا نه تحت کنترل ماست و نه تحت کنترل اونها، نسبت بهشون یه سری احساساتی پیدا میکنیم که نباید. احساس میکنیم از ما پایین‌ترن، از ما ضعیف‌ترن، از ما نابالغ‌ترن، میدونی، بچه‌ن انگار. با قضاوت بهشون نگاه میکنیم، با سرزنش بهشون نگاه میکنیم. و واقعا چرا اینجوری میشه؟ چرا این اتفاق میفته در ذهن ماها؟ یه مثال خیلی قشنگی میخوام براتون بزنم که پیامی که میخوام امروز بهتون انتقال بدم رو خیلی قشنگ انتقال میده. وقتی توی یه باشگاه ورزشی یه تازه واردی میاد، یه آدم جدیدی میاد، خب اون آدم تازه وارده دیگه، شاید خیلی قبلا ورزش نکرده باشه، شاید سابقه تمرینی نداشته باشه، شاید اونقدر عضلات قوی نداشته باشه، نفس نداشته باشه، اونقدر استامینا نداشته باشه، مقاومت نداشته باشه بدنش. درسته؟ نسبت به اون کسی که 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال داره تمرین میکنه، آدم ضعیفتریه دیگه از نظر فیزیکی و حتی شاید از نظر ذهنی، حالا اون بخشیش که مربوط به ورزشه. خب هیچ وقت شما نمیبینی که اون قهرمانه، اون آدم قویه، اون آدم خفنه برگرده به این تازه کاره بگه که خجالت نمیکشی 2 دقیقه دویدی نفست گرفت، من 1 ساعتم میدوام انگار نه انگار. یا مثلا خاک تو سرت، با 5 کیلو داری دنبل میزنی، انقدر نفس میزنی، انقدر آه و اوه میکنی، من که با 20 کیلویی هم این خیالم نیست. هیچ وقت اینو بهش نمیگه، هیچ وقت اینطوری باش برخورد نمیکنه. میدونه این تازه کاره، تازه اومده، بدنش، ذهنش، روانش به این فضا عادت نکرده هنوز، جدیده براش. به جای اینکه تحقیر و تخریبش کنه، تشویقش میکنه. اتفاقا میگه آفرین، باری کلا، چقدر خوب 2 دقیقه دویدی، حالا فردا اومدی سعی کن 3 دقیقه بدوی. و اتفاقی که میفته اینه که خب اون تازه کاره هم بالاخره قوی تر میشه، نفسش بهتر میشه، تکنیکاش بهتر میشن و به مرور آدم بزرگتر و بهتری میشه توی اون فضای ورزشی. درسته؟ پس خیلی از آدما تازه کارای زندگی هن. ربطی هم به سنشون نداره ها، هیچ ربطی نداره. یه سری حقیقت ها رو هنوز نپذیرفتن، یا حتی بهتره بگم با یک سری حقایق هنوز مواجه نشدن، حتی درگیر یه سری بازی‌ها نشدن هنوز. شاید پدر و مادراشون مثلا اونقدر از نظر مالی مسئله نداشتن و خب اینا در رفاه بیشتری بودن. اوکی، یه ذره دیرتر مشکلات مالی پیدا میکنن یا اصلا پیدا نمیکنن. خب نکنن، چه اهمیتی داره؟ چرا سر این مسئله اون آدم باید در نظر ما آدم ضعیفتری باشه؟ چرا باید نسبت بهش احساس حسادت کنیم؟ چرا باید به عدالت الهی سر این قضیه بخوایم شک بکنیم؟ پس
وقتی یه نفر تازه کار زندگیه، دغدغه هاش کوچیکترن، نگرانی هاش شاید کوچیکتر باشن، هنوز درگیر یه سری مسائل جدی‌تر نشده، به جای اینکه مسخرش کنیم، تو سرش بزنیم، بگیم خاک تو سرت نگران اینی، یا خاک تو سرت این مثلا ناراحتی داره، سعی کنیم رنجش رو درک کنیم، به رنجش احترام بذاریم. آخه اصلا ما کی هستیم که اندازه بزنیم بگیم مثلا آره رنج من اینقدره، مثلا رنج تو اینقدره؟ اصلا چجوری میشه این رو اندازه گرفت؟ مسئله من اینه. چطور میتونی حال بد منو اندازه بگیری، حال بد خودتو اندازه بگیری، بعد بگی این از این گنده تر؟ اصلا چطور چنین چیزی ممکنه؟ اگرم ممکن باشه اصلا با کجای انسانیت تو در ارتباطه؟ با کجای همدردی تو، وجدان تو در ارتباط این کار؟ چرا اصلا باید این کار رو بکنیم؟ هر رنجی که ما داریم برای ماست، اومده یه درسی به ما بده، اومده یک رشدی رو در ما رقم بزنه، اومده که ما رو ببره به مرحله بعد. همین اتفاق برای بقیه هم میفته. اگه یکی سر یه رابطه 2 ماهه مثلا شب و روز گریه میکنه، اشکال نداره، بذار گریه کنه. ما نباید تحقیرش کنیم، نباید مسخرش کنیم، نباید بگیم بچه ای خاک تو سرت فلان فلان فلان. تو درکی از احساس اون بچه نداری. تو نمیدونی اون بچه چقدر این فضا براش تازگی داره، چقدر این رنج براش تازگی داره. خب وقتی نمیدونی نباید قضاوتش بکنی. بله روزی میرسه که اون بچه هم بزرگ میشه، بلوغ عاطفی بیشتری پیدا میکنه، چیزای بیشتری از زندگی میفهمه، بعد برمیگرده تو گذشته میگه ای بابا من چرا الکی قصه اون آدمی رو خوردم که 2 روز اومده بود تو زندگیم، انقدر خودم اذیت کردم، نباید میکردم. که اگه از من بپرسی میگم اتفاقا باید میکردی، که اگه نمیکردی الان به این بلوغه نرسیده بودی، الان به این درکه نرسیده بودی، الان اینا رو نفهمیده بودی. اصلا ما اشتباهات رو باید مرتکب بشیم که درسشون رو بگیریم، مگه غیر از اینه؟ ما اصلا در حد و اندازه این نیستیم که بخوایم اندازه بگیریم، بخوایم قضاوت بکنیم، بخوایم با یک نگاهی که آره من نمیدونی چیا دارم میکشم. اصلا دغدغه تو مهم نیست. نه آقا جون، دغدغه اونم مهمه. اونم داره سعی میکنه رشد کنه، اونم داره سعی میکنه تو زندگی جلو بره، اونم آدم بزرگ و مهمیه همین الان و قطعا آدم مهمتری هم خواهد شد در آینده. اصلا کی هستی تو که این رو اندازه بزنی؟ کی هستی تو که بخوای سر این تعیین و تکلیف بکنی؟ هیچ کدوم از ما در این جایگاه نیستیم. پس به جای کم ارزش و کم اهمیت شمردن رنج همدیگه، خودمونو بذاریم جای همدیگه رو درک کنیم، با مهربانی، با همدردی با هم برخورد کنیم، باعث رشد همدیگه بشیم، به اون آدم کمک کنیم که درسش رو از این ماجرا بگیره، به جای اینکه کلن بخوایم صورت مسئله رو پاک کنیم، بگیم اصلا کلن این اشتباهه، چیکار داری میکنی؟ بلند شو برو مثلا نون درار، بلند شو برو خرج خانواده بده، بلند شو برو فلان. به موقعشون کارا رو میکنه، چه عجله ایه؟ بعد الان یه سوال دیگه پیش میاد این وسط. تویی که این همه رنج داری، این همه به قول خودت مسئله گنده داری، واقعا خوشحالی؟ واقعا اگه دست خودت بود نصفشو نمیدادی بره؟ اگه دست خودت بود ترجیح نمیدادی زندگی راحت تری داشته باشی، زندگی بی درد سرتری داشته باشی؟ خب پس چه مرگته؟ چه افتخاری داره رنج زیادی کشیدن؟ چه افتخاری داره دهن خودمون رو سرویس کردن؟ تویی که اگه دست خودت بود نصفشو میدادی بره، خب واسه اون آدمی که داره راحت زندگی میکنه خوشحال باش. خوشحال باش که حداقل یه آدمی رو داری میبینی به چشم که زندگی راحت تری داره. بگو خدای شکرت، حداقل حالا من یه سری مسائلی دارم، نوکرتم، حل میشه.
حداقل فلانی خوشحاله، حداقل فلانی پول داره، حداقل فلانی موفقه، حداقل فلانی تنش سالمه. همش که نباید همه چی برای تو باشه که. میدونی چی میخوام بگم؟ نمیدونم پیاممو تونستم برسونم تا اینجا ویدیو یا نه. هر کی هر رنجی داره اندازشه، بسته به سنشه، بسته به تجربهش از زندگیه، بسته به موقعیتشه، بسته به درسیه که باید بگیره. هر کی درگیر هر چی که هست درگیر همون باید باشه. تو هم اگه درگیر چیزی هستی باید درگیرش باشی. الان وقتشه. تموم شد و رفت. دیگه قضاوت نداره، دیگه مقایسه نداره، دیگه ناراحتی نداره. به جای سرزنش همدرد باش، به جای قضاوت درک کن. اینطوری میشه که هم تو آدم بزرگتری میشی، هم اون به کمک تو، به واسطه حضور تو رنجش کمتر میشه، حالش بهتر میشه و زودتر اون درس رو میگیره، زودتر وارد مرحله بعدی زندگی میشه. چه اصراری سریع بدو بخوایم خودمون رو درگیر مسائلی بکنیم که وقتش نیست. هنوز اونقدر قوی نشدیم، هنوز اونقدر بزرگ نشدیم. اگه حالا برامون رقم خورد که خب خورده، چیکار کنیم؟ باید یه جوری حلش کنیم. بازم نیایم بشینیم قصه بخوریم. ولی حالا که رقم نخورده، زندگی داره بهمون زمان و فرصت میده، ازش استفاده بکنیم، درسمون رو یواش یواش بگیریم. چه اصراریه انقدر بخوایم سری خودمون رو رنجور کنیم، دردمند کنیم؟ چه اصراریه، چه کاریه اصلا؟ چرا؟ هدف از زندگی مگه اینه؟ ممنون از شما. سعی کردم پیامم رو کامل و واضح برسونم. لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره. حتما همراه ما باشید. نظراتتون رو توی ویدیوها، توی کامنت ها برامون بنویسید و لینک کانال تلگرامم توی دیسکریپشن همین ویدیو میذارم. حتما دنبال بکنید. خیلی خیلی دوستتون دارم. ممنونم که در این مسیر بسیار ارزشمند همراه من هستید و تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.